سپیده بامدادی کویر، پژواک روشنی بخشش بر بلندی ها و بادگیرها. در این هنگامه های پایانی بهار، شهر یزد از دروازه آغازینش تا میدان امیر چخماق و ساعت مارکار به پیشواز می رود، زرتشتیانی را که به دیدار آمدند. بخیر، حال شما خوب هستی؟ شما قربان شما گرمی دارید آقا. ببخشید، خواهش میکنم. خدایار یکی از هموندان گروه گاتابویان که همراهمان است در این عبور ظریف به بسترگاه تماشا و ادراک. تپش رگه هایی از خشت و گل در وصف یک خانه. چه چشم نوازانه هنر، فرهنگ و آیین به کشاکش هم فرا آمدند تا گذرگاهی بی بدیل آفرینند در میان روزمرگی های انسان پیشرفته امروزی و سنت پیشرو گذشتگان. بازگوگر چیرگی خرد بر گذر زمان، آمیزه‌ای از طبیعت و معنا، بازتابی از فروزگان مزدا در باورمان. آب روشن، خرداد سراسر رسایی. آرد، جلوه‌گر زمین زاینده، مهر و فروتنی سپندار مست. آتش سرخ و سوژای، فروزنده اردیبهشت، بهترین عشویی. سپیدی تخم مرغ ها
نمادی از وهومن و نیکندیشی. طاس رودینی که با اراده قائم به ذاتش مواد را در خود می پرورد، نشان دارد از شهریاری شهریورم شاسپند. و خالق این شاهکار، انسان توانا و دانا، سزاینده سپنتا مینو، پایه خداگونگی. مشتی از دانه‌های گیاهی بر روی کماج‌ها، نماینده امرداد. جولان زمان گذران بر یادگارهایی مانده از ساکنانشان. گاتهابویان گروهی خودجوش است از جوانان، با آرمان خردورزی در سروده های گاتها و این مهربان کهنسال مأوایشان. هموندان گروه توشه‌ای می سازند برای سفر، زیارت. بوی دلنشین کماچ و سیرک فضا را سرشار ساخته و دوستی ها را فزون. و اینجاست تفسیرگاه خوشبختی در پس دمادم یادآوری 7 امشاسپند به لحظه های زندگی. آسمان به گاه پسین رنگ می بازد، گردون دلخون وداع با مهرش. آری، گاه غروب است. همراهان گروه به جایگاه آشنایشان می آیند تا پاک شوند و پاک گردانند آنچه در درون و برون مایه آلایش است. نوازش آب، پاکی بخش زمین، به پاکی زیارت پیش رو. مورد، خوشبو و پاک کننده هوا، درمانگر بسی بیماری ها. سربلند
سرو آزاده، خانه آرای زرتشتیان و آیین‌هایشان، نشانی شایسته از استواری در گذر تندبادهای روزگار. و اکنون گر آن مایی همچو ما دلشاد باش، در گلستان همچو سرو آزاد باش. حاصل این است ای برادر چون فلک، در جهان کهنه نوبنیاد باش. و درونشان از همپرسگی و هماندیشی در پیام راستینش جلایی دوباره میگیرد. حیات بانو، انتظار یک سالت فردا با از سر گرفتن دیدارها به سر خواهد آمد. شب هنگام گروه به خانه های خود باز می گردند تا مهیای زیارت فردا شوند. با زمزمه روز گرد هم می آیند تا روانه شوند. دختران و زنان جلوه ای از سنت بر تن دارند: پیراهن، مکنا و شوال.
محله شریف آباد در اردکان، از محله های زرتشتی نشین یزد. برخی از اهالی اینجا از کسانی هستند که نیاکانشان 300 سال پیش از قتل عام زرتشتیان جان سالم به در برده و از اصفهان به ترک‌آباد و احمدآباد و بعدها به شریف آباد آمدند. آنان شاه آذرخروح آتش نیایشگاه ترک‌آباد را که از کاریان فارس آمده بود به شریف آباد آوردند و در شاه برهرامیزد این محله تخت نشین کردند. انجمن زرتشتیان شریف آباد از سالیان دور تا کنون سرپرسی و ساماندهی به زیارتگاه پیر سبز را عهدهدار بوده و هست. فاصله 37 کیلومتری شریف آباد تا پیر سبز. اینجا تنها کویر و کوه است که سخن میگوید. آری کویر، دلزدگی آسمان از زمین، و یا نه مهر بی اندازه خورشید به او. باری آنچه انسان آزاده را به اینجا فرا می‌خواند سودای دل است و صفای سادگی ها. و اینجا همان پشت هیچستان سهراب است، لحظه ای که هیچ برای انسان وابسته و دلبسته همه می شود. و این همه یعنی به خود آمدن و تا خدا رفتن. و اینجا در میان همین شنها و سوز و گدازها تاریخ شنیده است فریاد زنانی را که از ظلم دشمنان ایران زمین به کویر گریختند. حیات بانو، بانوی از خودگذشتگی و پارسایی، تشویش، ننگ اسارت به چنگ پلیدندیشان، هراس. چه بسیار اشکهایش که دل کویر را سوزاند، چه بسیار ناله هایش که سنگین دل کوه را شکافت. کویری زیستن و وارسته شدن و سرانجام مردان نیستن را با جاودان زیستن برابر نمودن. یه قربانم من گیره چک و این صدای چک چک گواهی اندوه کوه است به روز
روزگار طاقت فرسای شاه دخت أشيش ساز حاشية وثنانا ويدوش مزداو أهورهيا يبت إيسا در یادگهش به نیایش ایستاده و همت خوبیش را خواهانی. عیش الشهیا Vengurs tezom nemgosh yodnanom angosh mazayim shadram chahurayim tribuyu zedvasarem Gadar yek dinbi yek omer fakra همسرایی سه آخشیج، آب و خاک و هوا در آفرینش آبادی. چک چک اتاقک های ساده و دل آشنایش که تاریخ ساخت قدیمی ترین آنها به زمان ناصرالدین شاه قاجار می رسد. به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان به یاری اهورامزدا امروز روز واج امید بخش قصه مشکل گشا، حکایت حکمرانی هنجار عشا در برقراری سرانجام نیک برای نیکان و آرزوی گشایشی افزون برای زوجی تازه. ای عروس من، برادری دارم که 20 سال است رفته و ما خبری نداریم. اگر قصه شما مراد دهنده است خبری از برادر من می شود، دختر پیر خارکن سفره انداخت و قصه مشکل گشا را با نیت پاک گفت. نو به نو شوری و پیرانگاه، آینه و گلاب دلخوشی ها، لرک خوشحالی ها، سینی سبز پوش، اتفاقی سپید، قیچی با 2 تیغه همکار، نمود هماهنگی در چیرگی برکاستی ها، نخ و سوزن، رفوگر اختلافات، انار پردانه، پرورش فرزندان بالا، همه در امتداد معنا، معنی از همتنی، همروانی و همسری، پیوندی پایان. پیر همیشه سبزمان امروز گواه است، گواه بر آیین پرشکوه گواهگیری به روش دین وحی مزد یزدی.
به این پیوند زناشویی رویایی و پایندگی و مهر و شادمانی همراه و افزونی فرزندان نامور نماسته فراوان شادی‌آور و دیرینی و سرانجام نیک ارزانی بدارد. در صدها قرباز هلهله هابیرو شاباش پیشکش هزار شاد باش به نو عروس و داماد تا رهاوردشان آغازی باشد سرشار از سرور بهزیدی. چراغ باران می کند چک چک در کوچ دوباره شب آسمانش را او نیز شاد است و می بالد. باران نور پرتوهایی از جنس همیشه اما روزی نه از جنس دیروز. زمین خدا پاک این زمین زیده اوفنی هم شده. زوجی جهان دیده که گذران عمر توان بالا رفتن تا زیارتگاه را از آنها ستانده با نگاهی از دور بیقراری دلشان را قراری میبخشند و با دهشی نیک زیارت کنندگان را توانی افزون. کاری هم بدیم ما کار زن حالا غمی نیست ما هم کم تری اونو نیست. هوا گرمتر گشته و دشواری راه افزون اما او را هوایی دگر در سر است. چهره سال خورده نفسهای به شمار افتاده و شوقی که لحظه ای درنگ نمی شناسد. مشتاقانش از جای جای ایران و جهان از راه رسیده اند. شناخت آور مزدا شن و مستی شاستی شات مای یا تشایی مشتایی شن و مستی شاستی شات مای یا تشایی مشتایی
شنبه بهشت مستی خوشکاستی خوشکاست مایی یتشایی مشتایی شم رورای مده از نو در خوشش ویده مسیر زیارت و آشنایی جهت تازه یک پیوند سمتی از وسعت سرشار تبرج دو قدم مانده به اوج و رسیدن مقصد پیر سبز 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 باز هم شب کویر که سکوتش را هیاهوی خیله ها خط می‌زند. روز 4 زیارت. خود می‌دانم که این جشن صدرپوشی را خدمت این دو نوگل عزیز تبریک عرض نمایم و براشون آرزوی سلامتی و شادزیوی و دیرزیوی داشته باشم. به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان اومد سپید صدره نیکندیشی می پوشد و می بندد کشتی به هم پیمانی اندیشه و گفتار و کردار نیک. زمزم یسنای موبد آشنا آید به گوشم، آرد از آن روزگاران کهن یاد سروشم. من هم از اعقاب آن مردان پاک صدر پوشم. کشته کشتی شدم برگو که یارانم ببندد، رشته مهر و وفا بر پیکر و جانم ببندد. سرایش تندرستی، آویشن و برنج، نوید بخش 1000 بار تندرستی، 10,000 بار سبز بختی و روزی فراروان. مجاشن صدر و کشتی خجسته، مجاشن صدر و کشتی خجسته، قبول دین زرتشتید خجسته، قبول دین زرتشتید خجسته. نکری صدر سویز کشتید چو باشتا، نکری صدر سویز کشتید چو باشتا. پلو کرپا بول صدرت چو داشتا، پلو کرپا بول صدرت چو داشتا. شک و شرک از دل پوک تاباشتا، شک و شرک از دل پوک تاباشتا. یوگاش مهرخ و زرتشت ناشتا، یوگاش مهرخ و زرتشت ناشتا.
فرهند آموز، نشانهایی از باشندگان در ظرفی ویژه به نام دوله، و هر چکامه پاسخی امید بخش است به نیت صاحب نشانش، تا روز 4 زیارت نیز لبالب از امید و آرزو پایان پذیرد. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. خورشید جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. هابیرو از خدا دارم تمنا بینمت فرخنده حال، با نشاط و شادمان بینم تو را هر ماه و سال. از ته قلب میفرستم بنده این تبریک عید، عشق و عشرت شادمان بینم تو را هر روز و ماه. شمارگان گاه شمار و روز انارام و خرداد ماه، آخرین روز زیارت پیر سبز. بر پایی سنت گهنبار توجی، آیین بخشش دسترنج‌های مادی و آموخته‌های مینوی. هم بهره شدن از باری یکسان به یاد روان درگذشتگان. Arat biyo manangam, arat biyo shyatanam, vavena boye ratviya manange, ratviya bachange, ratviya shyatanam. Nijene boye vispe doshmeinyava, vispe deva yasna. Laze boye vengauche, nijde vengauche stravai. آرونه بچه درده همنگه آفرینامی درهم جواب شاوناو آن زنگه توش برشتاو بهشتم قوم شاوناو روچنگم بیس بخاطرم Atajamiyat yatafrinami Humatanam hutanam vashtanam Yadachan yadachav Virzyamnanam chav Vajnanam chav mahi Ayvi jaratav Naistav در واپسین ساعات زیارت، حیات بانو ایستاده در پشت سر. آب چکان از دل مهربان کوه همدمش را بدرقه راه زیارت کنندگانش می سازد تا سال دیگر تندرست و پربارتر به دیدارش بازآیند.
اشانسیا چوبیشون زنزای منی چاو تنانومیشون مزدوی بکرم تا روی روی زره